Hi guys, welcome to my YouTube channel. مریم رسولی هستم. طبق معمول حالتون چطوره؟ به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز بازدید عروس داریم بچه‌ها. انقدر شلوغ بودیم از صبح که نگم براتون. در کنار ملیکای عزیزم هستیم، یکی از بهترین مدل‌ها و نامبر وان‌های کرج. خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که امروز پیش مریم رسولی باشم. عاشقتم، چقدر صدات خوشگله، داد دوبلور می‌شدی. متأسفانه درد و نفرین. ببین چه شده، چقدر بانمک صدات ملیکا. خانه شما بشم. یعنی تا حالا کسی نگفته به دوبلور شو؟ درآمد خوبی نداره، وگرنه اینکه کار کردم ولی متأسفانه درآمد ایدئالی برای من نداره. آها، به خاطر این. بله. ولی واقعا حیفه. ببینش کن. ولی بازدیدو دست بگیرا، با این صدا فکر کنم بهتره کنی. مطمئن باش که برات میتره. خب خوشگلم، چی شد که مدل شدی؟ حالا دوبلور که نشدی میگی؟ چی شد که مدل شدی؟ گویندگی کار میکردم به صورت شخصی تو آکادمی شخصی بودم، ولی از اونجا که درآمد نداشت و من آدمیم که قانع نیستم و درآمد بالایی دوست دارم، تصمیم گرفتم که مدل بشم. یعنی میگی مدل شدن خیلی درآمدش بالاست؟ بله، خودش مدل. و اینکه من به صورت خیلی اتفاقی رو سوار تاکسی شدم، یه خانم نشست کنارم خیلی هم شیرین. دستش درد نکنه. زندگی من از این رو به اون بود. چطوری یعنی؟ بهم گفتش که من در یه پروژه به مدل میکاپ احتیاج دارم و اینکه مدل میکاپ هم میشه. منم گفتم که خب قاعدتا اف کورس بله حتما چرا که نه. بعد اینکه مدلشون شدم و من نمیدونستم که آفیش میتونیم بگیریم، به صورت 3 ماه من همینجور به صورت فری مدل میشدم و بعد فهمیدم که میتونم آفیش بگیرم. و اینجوری شد که من مدل شدم. چند وقت کار میکنی ملیکا؟ الان حدودا میشه گفتش 1 سال 8 ماه که من دارم کار میکنم. کدوم سایز مایه به شما میاد؟ سایز 27. سایز 27. آره. آقا شما نمیدونین که من یه مدل بیقرار هستم. خب اصلا یه لحظه نمیشینی. خب چرا من آینه نمیدونم خودم ببینم. میخوام ببینم چی. آخه فضولی، اگه فضول نبودی بهت آینه میدم. آینه رو به من آینه کوب بده. هرچند انرژی خیلی خوب آدم خسته فعالیتون بشم. خب باشه از این مدلا. ولی الان بازی شروع میشه، ما هنوز نصف میکاپ بیشتر نرفتیم. والا آره. یه ذره با ساعت کارمون ببریم بالا ها، خیلی دیر شد. خوبه؟ آخه هنوز بازی شروع نشد، نصف صورت مونده. چیکار کنیم ملیکا؟ بیا دخترم جون قشنگ کنم. خب عروس آینده مرزم کیه؟ خیلی باز الان مشاوره بدی؟ مرزم کیه دختر؟ تو تابستونی؟ خب ببین از بابت پوست کیفیت پوست رو نگاه کن خودت. کاور بالا، موی رگ زیر چشم کاملا مشخص. حالا تو قبلا ببینی به من رو قسمت پیشونی و بینیم کاملا تعریف میکنه. این قسمت هم کاملا دهیدراته. در این حال که این همه کاور بالایی شده دستاتو بهم بده خوشگلم. نگاه کن فشار میدم، هیچ اتفاقی برای پوست من نمیفته. نه شیپ کرد، نه فشار، حتی استریفیکس مرحله بر من زده نشده. با این حال خودت دارین میبینی یه پوست کاملا مات و مخمل. بچه‌ها اونجا ببینن چقدر تغییر کرده. مثلا چشم ابروها که خودت دارین میبینی دیگه، با یه دونه تازه موژه گذاری و سبک سایه چقدر چشای من تغییر کرده. حالا بماند که دیگه پوست سازی حرفه‌ایشون هنوز تموم نشده. تایپ کار وایسی عالیه. چرا زود اومدی خوشگلم؟ طراحی ابروها رو میبینید دیگه، نمونه کاری بیشترش هم هست دیگه. سبک سایه هم سایه عروسکی با توناژ صورتی دیگه با هر توناژ دیگه بخوای برات انجام میدم. واسه انجامش من دقیقه بدم. خب کار بکنی؟ خوش دهنت میگی برم عزیز دلم. ولی خدایی ملیکا خیلی خوش اخلاقه از همه نظر. خیلی هم با ما راه اومده. نه من چی بگم؟ من از دستش چی بگم؟ من هر سری میگم من فقط سیگارت می‌کشم. فقط به خاطر تولید محتوا من نیستم. نشین. الله نه به خدا بچه‌ها واقعی دوست دارن. بچه‌ها یکی تو خودت منو واقعی دوست داری. آره. من دروغ میگم. آره. بچه‌ها اگه من بخوام دور از شوخی یکی از روزای پر استرسمو براتون بگم، روزای بازدیده. اصلا ساعت میدوه. مدلم خوش اخلاق باشه که اون روز باز قشنگ‌تره، ولی اگر مدل بد اخلاق باشه و قرقرو باشه اصلا نمیگذره. انقدر به من سخت میگذره اون روز که حد نداره. ولی حالا خدا رو شکر ما الان دیگه ملیکا جون رو پیدا کردیم. مدل ثابت سالن، مدل ثابت روزای بازدیده خیلی عشقه. نه که بخوام جلو خودش بگم، ما پشت سرش هم میگم امام رضا، امام اول فصل. و اینکه ما الان میبینیم انقدر سرخوشیم 20 دقیقه بازی داره شروع میشه. تپش قلب میگیرم. خب بچه‌ها من یکی از چشمای ملیکا رو میکاپ نکردم، بقیه میکاپشون به اتمام رسیده. ببینید که چقدر جیگر شده تفاوت این چشم و این چشم رو دارین میبینید. چرا این کار کردم که این چشم رو براتون آموزشیشو بذارم با توضیحات کامل توی فیلم‌های کوتاه. خانم حجابت رعایت کن. عجبا بتاخم توی فیلم‌های کوتاه براتون میذاریم. خب دوستان عزیز با ما همراه باشید. خیلی آموزش خیلی خفن براتون بذارن و اینکه خیلی خوشحال میشم که ما رو دنبال کنید، حمایت کنید. فعلا خدافظ. خدا نگهدار.